این خانم معلم از شغلش متنفره، واسه همینم میخواد زودتر یه مرد پولدار رو گیر بیاره تا باهاش ازدواج کنه تا مجبور نباشه که کار کنه. واسه همینم وقتی یه نفر رو پیدا میکنه با خوشحالی از کارش استعفا میده و میره خونه که میبینه شوهرش ازش شاکیه که چرا همه پولای اونو خرج کرده و بدتر از این که متوجه شده این رابطه کلا واسه پول یاروه. واسه همینم از زن جدا میشه. زنم که میبینه چاره ای نیست باز میره مدرسه مشغول کار میشه و نقشه جدید واسه تور کردن مردای پولدار میچینه. این بار میخواد یه مرد پولدار دیگر رو پیدا کنه تا باهاش ازدواج کنه. واسه همینم به خودش حسابی میرسه و میره کافه های مختلف تا بلکه کسی رو که سرش به تنش بیارزه پیدا کنه. ولی کار اصلا خوب پیش نمیره تا اینکه میفهمه یه بچه پولدار تو مدرسه هست که از نامزدش جدا شده و خیلی احساس بدی داره. تصمیم میگیره به هر نحوی که شده باهاش رابطه برقرار کنه تا بلکه طرف بیاد و بگیرتش. ولی این بار یه رقیب سرسخت هم داره. یه نفر دیگه هم هست که باید باهاش رقابت کنه تا مخ پسره رو بزنه. وقتی میفهمه پسره از سینه‌های بزرگ خوشش میاد تصمیم میگیره بره عمل زیبایی کنه تا سایز خودش رو بزرگتر کنه. ولی وقتی میفهمه هزینه عمل چقدره شاخاش میزنه بیرون. پس تصمیم میگیره از راههای ناشایست پول در بیاره. واسه همینم میخواد توی برنامه که قرار پول خوبی در بیاد شرکت کنه، ولی باید از آقای مدیر اجازه بگیره. واسه همینم میره مخ مدیر مدرسه رو میزنه و راضیش میکنه که اجازه بده و خوشبختانه هم موفقیت آمیزه. بعدش برای اون برنامه سنگ تموم میذاره و میره لباسای ساحلی تحریک کننده میپوشه تا مخ مردم رو بزنه تا ازشون انعام بیشتری بگیره. از مدل کار کردنش هم که دیگه نگم، طوریه که همه رو دیوونه خودش میکنه و کارش حسابی میگیره و کلی پول به جیب میزنه. قبل ادامه اینم بگم که اگه تو هم از این سب فیلم‌ها خوشت میاد فیلم‌ها رو دنبال کن، اسم فیلم ها آخرش بهت میگم. خب برگردیم سراغ داستان. بعد جریان کارواش خبردار میشه که اگه شاگرداش تو آزمون پایان ترم نمره عالی بگیرن کلی پول دیگه هم گیرش میاد. وقتی اینو میشنوه شوکه میشه و زود دست به کار میشه. ولی چون کل سالو تنبلی کرد و درس نداده و شاگرداش هم هیچی بلد نیستن راهی نداره جز دور زدن ماجرا. واسه همینم مسئول سوالات پایان ترم رو پیدا میکنه و به دروغ میگه که خبرنگاره تا سوالا رو ازش بگیره، ولی طرف زیر بار نمیره. واسه همینم یه جور دیگه وارد عمل میشه. بعد از اینکه سوالا رو از چنگ یارو در میاره میده دانش آموزاش بخونن. بعد از این نتیجه حیرت انگیزی اتفاق میفته و در کمال تعجب همشون قبول میشن و خانم معلم هم همه پولو به جیب میزنه. رقیبش که چشم دیدنشو نداره از این موفقیت خانم معلم حسابی شاکی میشه و میخواد سر از کارش در بیاره. واسه همینم میره تو وسایلشو میگرده تا مدرکی پیدا کنه، ولی از شانس بعد خودش اسیر میشه و یه جورایی این کارش به ضرر خودش تموم میشه. حالا که پول عمل جور شده دیگه کار تمومه، ولی توی یه اردوی دانش آموزی خانم معلم از تمایلات جنسی اون پسر پول داره باخبر میشه و میبینه واقعا یه تختش کمه. خانم معلم بین این همه داستانا میفهمه همه تلاشاش واسه یه زندگی راحت بوده تا در آرامش زندگی کنه. فکر میکنه اگه با اون یارو ازدواج کنه تنها چیزی که نداره آرامشه. پس تصمیم میگیره مسیرش رو عوض کنه. واسه همینم با کسی که دوستش داره ازدواج میکنه. حالا که تا اینجا با من بودی اسم فیلمم اینه.